آره میخوام اینا بهت بگم اگه رو جیب بابات حساب نکنی یا چند وقت بیای باشگاه میتونی تحمل کنی. یه اینجا تا بهت بگم حساب نکردم رو بابام چجوریه، بعدم بهت میگم که یک با یک برابر یا نه. آره دایی جان آره بعدم تو بگو یک با یک برابره. آره